بریم یاد بگیریم بدون اینکه اندازه تغییر بکنه فایل اتوکد رو وارد رویت کنیم. خب من این پروژه‌مو کشیدم و میخوام الان وارد رویت کنم. اولین کاری که میکنم وارد رویت میشم و روی تب اینسرت میزنم و روی ایمپورت اتوکد کلیک میکنم. با این کار برامون یه پوشه باز میشه که میتونیم بریم مثلا کارمونو تو هر قسمت که کارمونو سیو کردیم میریم اونو برمیداریم و بعد الان اینجا باید تنظیماتش رو درست کنیم. برمیداریم روی هر واحدی که قبلا کارمون رو تنظیم کردیم میذاریم، متر، سانتی متر، اینچ، هر چی که قبلا تنظیم کردیم میذاریم و بعد روی بلک اند وایت میذاریم، چون اگه بلک اند وایت نباشه کارمون رنگی در میاد و بعضی جاها ممکنه مثلا زرد باشه یا آبی کم رنگ باشه و توی دید ما تاثیر میذاره و باعث اذیت کردن میشه. و کارمون رو روی سنتر تو سنتر میذاریم که دقیقاً بیاد وسط صفحه رویتمون قرار بگیره و بعد حتما هم چک کنین که روی لول 1، لول 2 یا لول 3. اگه از این ویدیو خوشت اومد اول ساب کن و بعد زنگوله بغلش هم بزن که بتونی ویدیوهای بعدی منم ببینی. راستی یادت نره لایک هم بکنی.